با عرض سلام خدمت دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در جلسه اول مبحث کتابخونه ما صحبتی که کردیم روی بحث این بود که هر کتابخونه از یک سری کلاس هایی تشکیل شده که این کلاس ها باز از یک سری متداییه که متدها باز خودش یک سری تعاریفی داره، یک سری اتریبیوت های، یک سری ویژگی هایی داره که اون آبجکتی که از اون کتابخونه و از اون کلاس ساخته میشه داره این ویژگی ها هست. خب ما برای تکمیل کردن صحبت جلسه قبلمون میایم در محیط کدزنی. حالا این چیزی که اینجا من انتخاب کردم ویژوال استودیو کده. تو این میایم چیکار میکنیم؟ یک برنامه به نام human.py که برنامه پایتونیه ایجاد میکنیم و داخل این برنامه یک سری کلاسی انجام میدیم، یک سری کلاسی رو ایجاد میکنیم و یک سری متد و تعاریفی رو انجام میدیم. من قبلش اینو داخل نرم افزار ویژوال استودیو کد نوشتم. اون چیزی که ما الان در نظر گرفتیم یک برنامه پایتونی نوشتیم به نام هیومن. حالا این چیزی که من اینجا دارم به اون اشاره میکنم یک برنامه نیست. فرض کنین یک کتابخونه که بعد ما میخوایم در یک برنامه پایتون دیگه این کتابخونه رو ایمپورت کنیم و یک مسیر ساده ای رو بریم که بتونیم کتابخونه‌ای که ما فرضاً از داخل خود پایتون ایمپورتش میکنیم و یک سری کلاس هایی داره. حالا کلاسش خیلی زیاده. این چیزی که من الان اینجا نوشتم یک کلاس و 2 تا متد داره، ولی شما فرض کنید اگه کلاسی مثل تیکه اینتر رو شما کتابخونه مثل تیکه اینتر رو شما وارد برنامه‌نویسی پایتون بکنین، خب میدونین که تعداد زیادی کلاس داره و این تعداد زیاد کلاس باز یک تعدادی متد داره که هر کدومش باز یک سری اتریبیوت های ویژگی هایی داره که میتونیم ما شی‌هایی که میسازیم رو بتونیم اون ویژگی ها و مشخصات رو به اون شی‌ها اختصاص بدیم. حالا اینجا ما چیزی که در نظر گرفتیم یک هیومن، یک انسان رو در نظر گرفتیم. یعنی چی؟ یعنی این کتابخونه‌ای که ما الان میخوایم ازش استفاده کنیم انسان یا شخص رو تولید میکنه. این شخص یک سری ویژگی هایی داره، یک سری متد ها و توابعی داره که این شخص رو بهش موجودیت میده. شما فرض کنین مثلا من میام 2 تا شخص رو ایجاد میکنم از طریق این کتابخونه. این 2 تا شخص رو بهشون یک سری ویژگی و مشخصه میدم. فرض کنید بهشون اسم میدم، رنگ پوست میدم، رنگ چشم میدم، رنگ مو میدم. این میاد چیکار میکنه؟ 2 تا شیئی که ما ایجاد کردیم، 2 تا آبجکتی که ما ایجاد کردیم از یک سری مشخصات با هم مشترکن و از یک سری با هم متفاوتن. خب اینجا چیزی که انجام دادم اینه که من برنامه رو قبلا نوشتم، چون زمان ویدیو رو من میخوام کوتاه باشه تا از حوصله گوش کردن خارج نشه، چون زمانی که ویدیو طولانی بشه یک مقدار سخته برای گوش کردنش. خب اومدم چیکار کردیم؟ یک کلاس به نام فرض کنیم که شما دیگه گفتم این قسمت مقدماتی رو میدونین، تعاریف کلاس، تعاریف متد، توابع، اتریبیوت، همه اینا رو میدونین. خب پس اینجا ما میایم یک کلاسی به نام پرسن. خب میدونین که کلاس هم همیشه باید با حرف بزرگ شروع بشه، حتما باید بزرگ بنویسیم. خب در کلاس پرسن خب مطمئنا یک تعریف اولیه‌ای داریم به نام دف اینیت که میاد چیکار میکنه؟ اون مشخصه های اون شی و آبجکتی که ما میخوایم تولید کنیم و داخل خودش، داخل این 2 تا پرانتز باید بنویسیم. حالا چی مشخصه؟ یک انسانی که میخواد تولید بشه چی میتونه باشه؟ یک سری مواردش رو من اینجا اومدم لیست کردم. خب یک نفر اسم داره، یک نفر فامیل داره،
رنگ پوست داره، رنگ چشم داره، سن داره، رنگ مو داره. خب شخص رو پس ما میایم چیکار میکنیم؟ اینجا اومدیم گفتیم این شخص اینجور خصوصیات داره. اومدیم چیکار؟ حالا میایم در قسمت پایین میایم، چون در برنامه‌ای که میخوایم بنویسیم نفر میخواد اون شخص رو صدا بزنه، کال کنه. خب ما میگیم زمانی که شما شخص رو صدا زدی، کال کردی، فرست نیمش رو برابر با همین فرست نیم داخل کلاس بذار، یا لست نیمش رو برابر با لست نیم قرار بده و بقیه موارد. خب حالا شما از انسانی که به وجود آوردین، شخصی که به وجود آوردین، یک سری کارایی میخواد برای شما انجام بده. مثلا فرض کنین بهش میخوایم بگین که حالا که شما ایجاد شدی حرکت کن. اومدم یک متد موو رو نوشتم که میاد میگه چی؟ پرینت میکنه که من دارم حرکت میکنم. حالا اون اسم طرف اینجا نوشته میشه، میگه من امید دارم حرکت میکنم، یا بگیم باش صحبت کن. بعد میگه چی؟ میگه من امید هستم و چشمم آبیه یا چشمم مثلا سبزه. این صحبت رو برای ما ایجاد میکنه. یعنی پس دو تا اگه توی این شکل نگاه کنین، در اینجا ما اومدیم پس دو تا شخصی که ایجاد کردیم یک سری ویژگی ها رو بهش دادیم و اومدیم چیکار کردیم؟ به این شخص هم یک سری کارهایی رو از این شخص خواستیم. پس اینجا اومدیم این تعریف انجام دادیم، یک کلاس با دوتا متد. حالا این متد و تابع رو شاید شما زیاد شنیده باشین. به این نکته توجه کنید که فرق بین متد و تابع در اینه که تابع رو شما خارج از کلاس می نویسین، یعنی اینجایی که دارم اشاره میکنم می نویسین، و متد رو داخل کلاس می نویسین. یعنی متد ها یک جورایی از کلاس خودشون دارن پیروی میکنن، ولی تابع نه، تابع خارج از کلاس نوشته میشه. یک مورد دیگه هم که اشاره کنم اینه که فرق بین پارامتر و آرگومان چیه. نگاه کنید زمانی که کلاس شما دارین ایجاد میکنین، این متغیرهایی که اینجا نوشته میشه پارامتره، ولی زمانی که در یک برنامه دیگه این کلاس رو صدا میزنین و این پارامترهایی که شما اینجا تعریف کردین رو میخواین اونجا وارد کنین، اونجا دیگه به نام آرگومانه. پس این فرقش هم اینجا شاید شنیده باشین، آرگومان پارامتر، فرقش در اینه. خب برگردیم به برنامه اصلیمون. ما گفتیم پس میایم یک کتابخونه به نام هیومن ایجاد کردیم. حالا یک برنامه پایتون دیگه ایجاد میکنیم. باز من اینو قبلا نوشتم. اینجا نکته که میدونید با این کلمه کلیدی ایمپورت شما هر کتابخونه رو اگر با دستور پیپ اینستال کرده باشین داخل نرم افزار پایتون، اینجا میتونین اونو چیکار کنین؟ صدا بزنین، ایمپورتش کنین. زمانی که من الان دارم ایمپورت میکنم هیومنو، یعنی دارم تمام کلاس‌ها، تمام متدها و تمام اتریبیوت‌ها، مشخصه‌های این کتابخونه رو وارد اینجا میکنم. و زمانی که شما میخواین شی رو ایجاد کنین، گفتیم شی از یک کتابخونه با صدا زدن کلاسش تشکیل میشه. خب من میخوام فرض کنین یک شخصی رو ایجاد کنم. خب میام کتابخونه هیومن انسان رو صدا میزنم و بعد کلاس پرسن رو بهش میدم. پس یعنی اومدم یک شخصی رو ایجاد کردم. حالا این شخص گفتیم یک سری آرگومان، یک سری پارامترهایی تو اون کلاس داشت. پس باید این پارامترهایی که اینجا میاد به عنوان آرگومانه براش تعریف کنیم. یعنی شخص اول من یک اسم داره به نام امید، امیدی، رنگ پوست داره سفیده، سنش 32، چشماش آبیه و رنگ موش مشکیه. یک شخص دیگه، این تا شخص ما میتونیم ایجاد کنیم و با رنگ چشم، رنگ موهای مختلف میتونیم ایجاد کنیم. حالا شخص دو رو که ایجاد کردیم، باز به همین صورت کتابخانه هیومن رو صدا میزنیم، با کلاس کال میایم چیکار میکنیم؟ شخص دوممون رو میسازیم. پس آبجکت ها رو ساختیم.
حالا ما از این آبجکت ها یک سری کارهایی میخوایم برای ما انجام بده. ما اگه یادتون باشه 2 تا متد تعریف کردیم. گفتیم یک متد حرکت باشه، یک متد صحبت باشه. یعنی بهش بگیم حرکت کن. خب ما پس میایم شخص اولمون، آبجکت اولمون رو صدا میذاریم با یک کلمه کلیدی، با یک کلمه کلیدی دات میایم چیکار میکنیم؟ متد اسپیک رو صدا میزنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم شخص ما حالا با صحبت کنه. پس با این کار یعنی اومدیم به این شخص وجودیت دادیم، یعنی گفتیم که صحبت کن. پرینت میکنه. حالا اینجا هم یک دستور داریم پرینت میکنه سن شخص رو. همون شخص رو دوباره زمانی که داره صحبت میکنیم میگیم که حالا حرکت هم بکن. حرکت هم میکنه. دوباره شخص دومون هم اینجا چیکار کردیم؟ باز با متد اسپیک گفتیم بهش صحبت کن و با متد موو گفتیم بهش حرکت کن. اگر ما اینجا از این برنامه اجرا بگیریم میبینیم که خب اینجا تو این قسمت پایین اولین چیزی که ما گفتیم بهش گفتیم صحبت کن. خب این هم گفته بله من دارم صحبت میکنم، من امیدم، رنگ چشمم آبیه، 32 سالم هم هست. بعد اینجا بهش گفتیم حالا حرکت کن. گفته امید داره حرکت میکنه. نگاه کنید داریم به یک این مثال ساده که اینجا داره زده میشه برای بحث کتابخونه‌های داخلشه. شما زمانی که مثلا فرض کنید در کتابخونه تیکه اینتر کلاس باتن صدا میزنین و ازش دارین آبجکت میسازین، حالا این آبجکت رو با یک سری متدا میخواید بهش چی بدین؟ بهش موجودیت بدین که داخل فرض کنین اون پنجره یک سری خصوصیات رو بگیره. رنگ زمینه کلید عوض بشه، فونت تکستش عوض بشه. اینا همه متدایی هست که شما میتونین استفاده کنین یا ویژگی یا اتریبیوت هایی هست که شما میتونین داخل اون که شیئی که نوعش حالا اونجا کلیده رو راحت چیکار کنین؟ بهش اختصاص بدین. اینجا ما اومدیم به این شخصایی که ایجاد کردیم یک متد صحبت و یک متد حرکت اضافه کردیم. پس همونطور که دیدین ما اومدیم با اجرای این برنامه اشخاصی رو که در اینجا بهتونشون اشخاصی که در اینجا ایجاد کردیم و بهش یک سری حرکت، یک سری صحبتی رو اختصاص بدیم و بتونن اینا با همدیگه صحبت کنن. پس حالا کل کتابخونه هایی که داخل برنامه نویسی پایتون ازش استفاده میشه دقیقا ساختارش اگر بخوایم بگیم خیلی سادهش کنیم، خیلی ساده کنیم، مثل همین کتابخونه‌ای بود که ما نوشتیم. شما فرض کنید کتابخونه اوپن پای اکسل رو صدا میزنید. اول باید بدونید کتابخونه اوپن پای اکسل اصلا چی کار میکنه. توی مشخصاتش تو اون ویژگیش میخوریم میگین که این کتابخونه برای ارتباط با نرم افزار اکسل. خب بله با نرم افزار اکسل. خب حالا بس میدونین یک سری کلاسایی داره، یک سری متدایی داره. خب نرم افزار اکسل یعنی چی؟ شما با وقتی نرم افزار اکسل رو باز میکنین مگه نمیاین داخل هر یک سلولش شروع میکنین مینویسین. حالا داخل نرم افزار پایتون با فراخوانی این کتابخونه میاد چیکار میکنه؟ با فراخوانی این کتابخونه میاد شما از طریق اون ترمینالی که ایجاد کردین و با توجه به این دستورات، با این کلاسون، با این متدات میتونین داخل اون ورکشیتی که ایجاد کردین در فایل اکسل بنویسین. خب پس بحث کتابخونه ها رو حالا هر کتابخونه که بخوایم ما توضیح بدیم بود در جلسه بعد شروع میکنیم. حالا جلسه بعد و من کتابخونه که میخوام توضیح بدم کتابخونه تیکه اینتره. تمام کلاساش، تمام اون ویژگی‌هاش همه رو یکی یکی با هم دیگه بررسی میکنیم تا اون مواردی که
ابهام داره رو من بتونم برای شما حل کنم. پس تا جلسه بعد، خدا نگهدار.